تشکر زیاد. یک سوال دیگه خوب مطرح میشه. شما گفتین که شما از تاجیکستان برای تاجیکستان اومدین، اما این سوال در بین بسیاری از مخالفین بسیار مطرح است که عائله رضایی تمام رضایی ها را برای به اروپا آورده است. یعنی نه هیچ همین خیلی هست، یعنی هیچ چیزا را شنیده میشه. نه من این فقط سوال است که ما باید این سوال بتون برای شما، چون که یک اینفورماسیون را وقتی که ما میگیریم یعنی صحبت بدون پرده داریم حضرت. نه بله، یعنی سبب در چیست؟ یعنی شما این حقیقت دارد یا نه؟ من در اصل نمیدونم همه چیزا، اما حقیقت داره که مثلا عائله رضایی با تمام رضایی ها در اروپا است. خب یک سوال پرووکاسیونی است، اما ما فکر میکنیم که این کمک با صحبت ما را بگیم که روغنش زیادتر میکنه. راستی سوال بود که خیلی تکونم داد. میخوام یک چیزی را از تأثیرات خودم بگم که اون چیزی که امروز روزمره همون را احساس میکنم شب در خوابم. البته این چیزی نیست که باید بگمش، لیکن فکر میکنم که گفتنش خوبتر است. در خوابم در بیداریم همین را من احساس میکنم و آزارم میدید. من حالا که هر چیزی که تصور میکنن که ما برآمدیم و جاهای آرام نزدیکمون رضایی ها برآوردیم، لیکن من احساس غربت میکنم، احساس دوری از همون نزدیکاییم که مخصوصا در محبس هستن، از همون دارم. یعنی همین چای خورده ایستادیم، درست است که غذا دارد اما در برابرش مشکلات هم برام داره. این برای همه هموطنان میگم، مخصوصا من با برادر زنشم، حتی که بعضی وقت شوخی میکردم اون پسر عمکی بگیم پدرمون، زنش همون اون کس خوجه نام داشت، اون بچه عمکیش، اون ینگم و ینگه روس زبان، میگم که به خدا من ای خوجه در مسلمان ترم. این خیلی خیره، این خیلی میگوده به خدا من در همین خوجه نبازاشو بعضی وقت خواه میره با همین خیلی میگم. یعنی یک سوال دیگه پیش میاد اینجا که از یک مسئله بسیار مطرحه در جامعه ما. بسیاری از بگیم که زنهای جوان تاجیک با دیگر ملت ها ازدواج میکنن و شاید بعضی هاشون مسلمان نباشن، اما همین ازدواج بین مثلا ملت های گوناگون رو شما چه خیلی میبینین از طرف اسلام و از طرف بگیم که اخلاقی؟ حالا من مثلا همچون روحانی، همچون مسلمان، من اجازه نمیتم که یک فرزندم، یک چیز است که مثلا شما هویت تاجیکی را با اسلام میبینین همچون ملا؟ حالا من این سوال را نمیدونم که هویت اسلامی را، هویت تاجیکی را با هویت تاجیکی اسلامی را شما یک میبینین، یا که تاجیکی میتونه که خودش بدون اسلام یک هویت باشه و اسلام خوب در جای خودش، یا اینکه تاجیک و اسلام یک جا است؟ آخه این موضوع الوحیده های درباره هویت های یعنی قوم ها و اینها. اما من اگر در شخصی درباره تاجیک گپ میزنیم، ما درباره تاجیکا، درباره تاجیک یعنی نه در تاجیکستان کشور ما، یعنی شما همچون مسئول نفران به قوم ایران نفرستادین. یعنی حالا خودت سوال داری درباره قوم ایران، من کی فرستاده است به اونجا؟ من این را نمیدونم. من در قسمت پاکستان بودم و در جلسه های
یعنی که صحبت که حضرت خیلی که دیگه چکا کنیم دیگه گفتیم که کورستودنیا چیزی که دیگه روی آماده هستیم دیگه. روسیه همون چیزی که ولی من خبردار شدم گفتم که واقعا من توی وقت نه از خودی نه از بیگناه نه از درسانه چنین چیزی رو نشنیدم که من در دبی با چنین تجارت ها یا که با چنین کارها مشغول باشم. خیلی فکر ما دیگه یعنی به دیگر سپرده است. اما فکر می‌کنم که سوال‌های خودت که پرسیدی مهم بودن، مخصوصا همین سوهای تعلیم و این چنین استفاده سوء استفاده از اون یا اینکه استفاده نادرستی و که البته این چیزی بسیار هم وزمین سنگین بود که باید نمی‌کنم. من اشاره کردم که حتی دخترها یعنی دخترهای جوان را وقتی در حدود 30 و 40 تا 40 تا با یکی از مؤسسه‌های همون تعلیمی که بردن شو افغانستان حالتش معلوم بود که چقدر بود. دوجه نه مکتب خوب بود نه بگیم که مرکزی تعلیماتی دینی خوب بود و یک بخش کلانی دیگه مهاجرای ما هم دیگه هم بچه ها و کودکای هم بودن که ای مکتب های میانه بودن دیگه او بیکار استادن شو انا او باید سوی استفاده میشید انا او باید خطر میشید. بنابر همین باید رهبریت همون اپوزیسیون با سرداری خودی مرحوم استاد نوری هم برنامه تعلیمی او را گرفت، مسئولیت داد که باید تعلیم داده شود و در مرکزهای درستی از اسلامی. من یادم میاد رفت بود استاد یکی از مدرسه ها رفتیم داخلی در یکی از همون دوره بگیم که مذاکرات رفت از اونها خبر گرفت در همون مرکز در خود استاد گفت که من متاسف هستم که در همین خیلی جایهایی که مرکزهای علمی در دولت‌هایی که در اونجا محدودیت برای اسلام نیست باید که همه تجهیزات زمانوی با همه تجهیزات زمانوی باید که درس داده شود. من با اون مدرسه هایی که از روندی علمی و از روندی چی میگنش زمانوی عقیم موندن من با اونها مخالف هستم. نمیخوام که اونطوری مدرسه ها هم باشد. یعنی ما در اونها بچه ها را جا کردیم تعلیم میدادیم و گفتم که وقتی که اون دخترکا رو آوردن در اونجا حتی ما هر روز پنجشنبه از صبح تا بگهره همسرم قطعی میرفتیم با یک دکتر خواهری دیگر مسئول بودن و شستن لباس ها کردن تا اینکه یگان کسلی یگان حشرات یگان چیزی نزند اینها را هر هفته ها این کار را داشتیم تا برگردوندنشون با افغانستان را به پیش پدر و مادرانشون این مسئولیت داشتیم و این را هم انجام میدادیم. یعنی شما همچون مسئول نفران به قوم ایران نفرستادین؟ یعنی حالا خودت سوال دادی درباره قوم ایران. من کی فرستاده است به اونجا من این را نمیدونم. من در قسمت پاکستان بودم و در جلسه های بگیم که کمیته تعلیم تربیه افغانستان در افغانستان که بودیم از طرف اپوزیسیون اشتراک کردم. یگان یاد ندارم که یگان قرار در اونجا گرفته شده باشد که همین قد نفر به قم فرستاده شد. مثلا من همین را شاهدی نمیتونم. اما دیگر یک مشکلاتی بود که در اونجا به عربستان سعودی هم فرستاده شد توسط استاد خدا رحمتش کنه استاد براندین ربانی در اینجا درآمد مثلا درباره اسناد داکیومنت و چیزای اونها رو کردن به سعودی به کشور سعودی و خب دیگر به ایران هم شده بود برای خوندن. یعنی این که خاص برای قم شده باشد این خیلیش من شاهدی نمیتونم و ندیده بودم و نمیدونم حالا کیا هستن که از طرف اپوزیسیون در قم خوندن اومدن. همین ها را نمیشناسم. من چون مسئول همین ساحه رئیس سازمان همین جوان‌ها من همین را نمیدونم که خاص کیا هستن که ما در قم خوندن. ممکن که یک گروهی که رفتن به ایران تعلیمات در بعضی جامعه ها تحصیل کردن اما بعضی اونها وقتی ناکام شدن در امتحان اونها شاید بر نگشته باشن بعد از آن رفته باشن با مدرسه های قم و با دیگر جاها در اونجا رفته باشن با مدرسه هایی که سطحش پایین‌تر در اونجا خونده باشن این گونه. اما نباشد این خیلی نبود که اعزام به قم باید که برده شود خواننده شود همین خیلی باشد نه. حتی اگر یاد تو باشد وقتی که یاد بینندگان هموطنان ما باشد وقتی که برگرداندنی طلبه ها از مکتب های خارجی بود وقتی که همین سازشنامه صلح به امضا رسید
اولین بار برگردوندن طلبه ها از جمهوری اسلامی شروع شد. از اونجا برگردوندن آوردن و خودی مرحوم استاد نوری هم خودش بسیار مصمم بود که تصمیم داشت که باید از اونجا برگردونده شود. از اونجا برگردوندن آوردن، بگیم که محصلایی که در اونجا بودن اونها را آوردن. اما بعد این اگر رفته باشن دیگر این یک چیزی بیرون از برنامه نهضت اینها است. مثلا توسط مرکز فرهنگی و سفارت و من نمیدونم که با نهادهای فرهنگی سفارت ایران هم بعضی جوانها را از طرف مکتب ها با توسط وزارت خارجه و وزارت معارف و فرهنگ اینها هم بردگی هستند. نمیدونم که اونها را در اینجا تعلیم میدن، لیکن همچون لگیر همچون یک سیاحتی در دوره تعطیل های تابستانه مثلا وقتی من اومدم بچهای رحمتی یکی من گفتن که ما را برده بودن از طرف سفارت، ما فلان جا رفتیم. یعنی یک گونه رفت آمد و تبادل اینها بود. این گونه نبود که یک محصور به نهضت باشد که برای ایران بردن یا برای قم بردن. برای اینها این گونهش من شاهدی نمیتونم، خب حتی هم نبودم، هم نمیدونم اینا را. خب یک سوال خوبی دیگه در اینجا هست که من این سوال از اول برنامه میخوام برای شما بتم. یک چیز هست که مثلا شما هویت تاجیکی را با اسلام میبینین همچون ملا؟ حالا من این سوال را نمیدونم که هویت اسلامی را هویت تاجیکی را با هویت تاجیکی اسلامی را شما یک میبینین یا که تاجیکی میتونه که خودش بدون اسلام یک هویت باشه و اسلام خوب در جای خودش، یا اینکه تاجیک و اسلام یک جا است؟ آخه این موضوع الوحیده های درباره هویت های یعنی قوم ها و اینها. اما من اگر در شخصی درباره تاجیک گپ میزنیم، ما درباره تاجیکا درباره تاجیک یعنی نه در تاجیکستان کشور ما یک کشوری هست که همه قوم ها را همه چی میگنش دارنده های فکر افکار مختلف را دارد. تاجیکی مسلمان هست، تاجیکی مثلا کمونیست هست. منظور من کمونیست از اتئیست است. ولی کمونیست هایی که امروز هستن اونها منکری خدا نیستن. این یک حزبی است، یک حزب سیاسی است. همون گونه که حزب نهضت اسلامی میگن، اونجا حزب کمونیست میگن. اون یک برنامه خودش دارد و میخواهد که بر اساس ایده و نظر خودش خدمت کند به کشور. و ما همچون من شخصا همچون اسلامی میخوام که از نظر اسلامی، از مثلا خدمات اسلامی برای کشورم، برای مردم که مسلمان هستن خدمت کنیم. همین گونه هست. یعنی تاجیکستان دارای مسلمان هست، دارای مثلا کمونیست هست، اتئیست هست، خب آتش پرست شاید باشد، خب مسیحی هست، تاجیک فرق ندارد. یعنی تو در تاجیکستان همه اینها هستن. و از لحاظ وطنی و کشور بگیریم، تاجیکستان وطنی همه اونها هست و باید که همه اونها را در حمایت خودش داشته باشد. و من همچون شخصی مسلمان، خب من یک مسلمان تاجیکم، یا که یک تاجیکی مسلمانم. با یک نفر که تاجیک است و مسلمان نیست، با او همچون تاجیک معامله میکنی. یعنی تاجیک میتواند بدون اسلام باشد؟ میتونه، چرا نمیتوند؟ مثلا اسلام یک چیزی است که یک عملی شخصی هر یک انسان است برای قبول کردن قبول نکردنش. و حتی من امروز به خلاصه رسیدم از مطالعاتی که امروز رسیدم، مسئله کفر تحقیر برای یک کافر نیست. مثلا ایمان باوری کردن، بلیف میگن. کفر چی؟ انبلیف. بله. خب باور نکردن، همین فرق دارد. یعنی من خودم رو میدونم که یعنی امتیازی من برای اسلامم، برای ایمانم در پیشگاه خدا است. اما در سویه انسانی همون گونه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که الناس سواسیتون، یعنی انسان ها برابرن که اسنان المشت، مثل شانه چی؟ مثل دندانی، یعنی دندان های شانه. از لحاظ انسانی همه برابر است. خوابه که او کافر است، خواه مسلمان است، خوابه که او مسیحی است، خواه آتش پرست است، همه برابر است از لحاظ انسانی. اما اسلام برای انسانی را کامل کردن است. یعنی اسلام در خدمت انسان است برای که انسانیت انسان را کامل بکنه. من همین خیلی میدونم. خب برای اینکه خب یک کس یعنی همچون تاجیکی مسلمان، همچون تاجیک غیر مسلمان، تاجیک است و
و تاجیکستانی است و هیچ حق را هیچ کس برای نمیدهد که یک نفر را بر اساس مسلمان بودنش مثلا که تاجیک گفته شود یا اینکه بر اساس مسلمان نبودنش تاجیک گفته شود و یک نفر که مسلمان است او را حتما تروریست گفته شود، او را مثلا فرزندی او را خب نمیدونم با کدام چیزهای تهمت کرده شود. این گونه هیچ کس اجازه نمیده. بدبختانه این چیز در تاجیکستان هست که روحانیت و تروریست و اکستریمیست چون چی تهمت میشود. روحانیت میاد در مسجد تحقیر میشود، ملا، خطیب، نمازخون با لفظهای بد برای اونها معامله کرده میشود، حمایتگر نمیآورد. خب اینها یک چیزهایی هستند که بدبختانه در جامعه ما وجود دارد، اما در نظر اسلام و شخصا از نظر من همچون روحانی اینها یعنی خصوصیاتی نیستند که با اینها انسان را طبقه بندی کرده شود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزد خداوند است، یعنی نزدی در برابر انسان ها انسانیم دیگه. یعنی اون که خداوند ما را اکرام میکند یا که در نزد خداوند یک مؤمن یک متقی کرامت دارد و در نزد خدا دارد دیگه. اما در برابر انسانی دیگه همه برابرن، هیچ امتیازی بین یکدیگر ندارن. این از نظر من است. یعنی یک سوال دیگه پیش میاد اینجا که از یک مسئله بسیار مطرحه در جامعه ما. بسیاری از بگیم که زنهای جوان تاجیک با دیگر ملت ها ازدواج میکنن و شاید بعضی هاشون مسلمان نباشن، اما همین ازدواج بین مثلا ملت های گوناگون رو شما چه خیلی میبینین از طرف اسلام و از طرف بگیم که اخلاقی؟ حالا من مثلا همچون روحانی همچون مسلمان من اجازه نمیتم که یک فرزندم خب پسرم یا اینکه دخترم برای غیر مسلمان عائله دار شدن را اجازه نمیتم. همچون شخصی خودم مثلا میخوام که با یک عائله مسلمان هم عقیده هم دین خودم ازدواج کنن. ملت هم برای شما مهم است؟ من ملت نمیدونم که شما چی را در نظر ملت به معنای مثلا ملت تاجیک، ملت ملت منظور در قوم باشه؟ نه قوم نه ملت، یعنی یک ملتی مثلا ملت تاجیک. حالا در اصطلاح ما دیگه ملت بله در اصطلاح مثلا که مردم بفهمش قوم مثلا ما قوم از او نه این را مهم نمیشه شما مثلا که حتما باید تاجیک باشد. این یک چیزی است که من اجازه میتونم که غیر تاجیک یعنی غیر ملت تاجیک با دیگرها بتون دختر ما یا اینکه از اونها دختر بگیرم. این گونه وقتی که مسلمان هست این را ضرورت نمیبینم. البته با برمیگردد یعنی این در اصولی در کلی، اما اینکه او بچه من غیر قبول میکنه دخترم قبول میکنه این با مربوط به خودش است. اما همچون یعنی از نظر من مانع ندارد همچون مسلمان باشد دیگر ملت تاجیک غیر ملت تاجیک این برای من تفاوت نمیکند، مگر اینکه باز همون پسرم یا که همون دخترم مثال این را بخواهد. یعنی مثلا مسلمان بودن برای شما مطرح است؟ نه مطرح مسلمان بودن است که مسلمان مثلا که باشد. حالا ما ببینید مثلا در عائله ما یا در خیش تبارای ما بعضی از نزدیکای ما هستن که در دوره همون شوروی اومدن ای روزها خانم گرفتن رفتن مسلمان فرزنداشون بسیار فرزندای زیبا و خوشرو مسلمان. خب زنش هم حتی که بعضی وقت شوخی میکردم اون پسر عمکی بگیم پدرمون زنش همون اون کس خوجه نام داشت اون بچه عمکیش اون ینگم و ینگه روس زبان میگم که به خدا من ای خوجه در مسلمان ترم. این خیلی خیره این خیلی میگوده به خدا من در همین خوجه بازاشو بعضی وقت خواه میره با همین خیلی میگم. ببینید که این یعنی گرفت از آورد است مسلمان شده است یعنی این زندگی است انسان را مثلا این گونه میکند. اما از نظر من یعنی دادن به کافر یا گرفتن اونها در حالتی که میتوانند که تغییر بدهند این دیگر یک معنای دیگر یک چیزی خودش دارد. اما اینکه مصیبت است که وقتی که ما میبینیم خب فرزندای ما با دیگر قوم ملت ها شوهر میکنن یا زن میگیرند و میروند از هویتشون دور میروند، اما این یک چیزی ناگزیر است. وقتی که مثلا میگیم دنیا امروز به منزله یک قریه شده است، تمام دنیا دیگه علاقه شدن میان نمیدونم
سرخ پوستا تاجیکستان میان، سفید پوستا اونجا میروند، خب دیگر سیاه پوستاش دیگر جو میان از امریکا و از غرب، از اقصای دنیا با یکدیگر علاقه و ارتباط دارن که اینها دیگر راه اینها را دیگر گرفته نمی شود. خب دیگر بر اساسی خواسته و بر اساسی دیگر شرایط خودشون میکنند. من نمیدونم که حالا اینکه مصیبت است یا اینکه این یگان بهبودی است، اینش دیگه به خدا معلوم است دیگه. من نمیدونم که چگونه است. یعنی از طرف شرعی مثلا یک مسلمان میآید پیش یک مسلمانی که از ملت اون است، همین مسلمان از لحاظ شرعی اجازت داره که بگه که من دخترم برای تو نمیتم؟ چرا؟ این مسئله اجازت دادن ندادن مربوط به یعنی معامله شخصی است. یعنی سبب فقط سبب مشکلات در هیچ چیز نباشه. نه ببینید شما آیا همین نفر گناهگار میشه یا نه؟ نه، شرعاً جای ممنوعی ندارد. اما وقتی میگه که من نمیتم، اسباب‌های زندگی است، اسباب‌های یعنی روزمره زندگی است. مثلا نه من فکر میکنم که یک برادری مسلمانی که از همین منطقه است میاد دختری من را خواستگاری میکنه، من میگم که نمیتونم. دخترم میگم که ببین ما یک باره اینجا اومدی نیستیم، ما از تاجیکستان برای تاجیکستان برمگیم، مشکلات به دوجا اومدیم، ما برای تاجیکستان خدمت میکنیم، میخوایم سربلندی تاجیکستان بشود. اما رفتن ما بعد از اون که میریم یعنی ترا در اینجا گذاشتن، همه اینها را فکر کرده، حساب و حساب و همه اینها را کرده، به خلاصه میگیم که نمیشود. اکنون شما درست باید تاجیک باشد. نه باید تاجیک نه، اقلا از تاجیکستان باشد یا کسی باشد که مثلا اونجا برود. اینها چیزهای معامله، اینا اصول نیستن، اینا چیزهای اساسی نیستن، اینها فقط شرایط ها یعنی چی میگن ضوابط قانون های زندگی هستند که بر اساس اونها بعضیا نمیخوان که همین چیز بشود، همین تکرار، همین دوری ها بشود. اما از لحاظ مثلا شرعی هیچ مانعی وجود ندارد. لیکن عرف هم در اسلام، عرف هم یکی از اصول ها هست. یعنی عرف وقتی که میبینیم همین چیزهایی را که ما حساب گرفتیم، همین ها هم یعنی یک دلیل هست که بر اساس همین میتوند که یک شخص ها بگد یا اینکه نه بگد. تمام. یک سوالی خیلی مهمی دیگه است. خب من گناهگار شدن را نگاه کنید، گناهگار شدن را در هر چیز انسان ها بسیار آسون میدونند. مثلا وقتی که من دختر ما یک کس ندادم گناهگار شدم، یا او دختر شبه بچه من نداد باید که گناهگار شدم. یعنی فقط سوال نه به خاطر تاجیک، این سوال فقط به خاطر مثلا دیگه ملت ها. مثلا حضرت دملا گوش کن حضرت دملا گوش کن. نه من همین دختر اون بگیر میکروفون دست. نه نمیگیرم میکروفون در دستی خودت بشو بزیبای خشروای. فقط همین رو ما بگیم که مسئله گناهگار شدن یا نشدن یک کاری غیر معمولی شده است در ما. یعنی معمولی یعنی استفاده می شود اما در غیر جای خودش. یعنی به اندک چیز انسان ها را گناهگار میکنند. مثلا از حقی نیست که گناهگار شود. خب برای ببینیم صاحب مذهب ما را حضرت امام اعظم را ببینیم، برای اینکه یک مسئله پیش می اومد یا حضرت امام شافعی یک صاحب مذهب دیگر وقتی می اومدن یک مسئله را سوالش میدادن که همین کار چخیل می شود، امام میگفت که همین کار شید است یا نه؟ میگفتن نه نشید است، پرسیدنیه میگفت بروید بشود بعد بیایید که یکی بشود. یعنی حتی که برای چی؟ برای چنین یعنی مسلمان ها را در چنین یک تنگنایی قرار ندادن. اما امروز ما برای یک معامله مثال میگیریم که دادن دختر یا گرفتن کلن یا اینها گناهگار از دین برآمدن این گونه نیست. یعنی اسلام را مثلا گناه را در جای خودش استفاده نبرده ایستادن. مثلا در حقیقت شما در یعنی که هر چیزی میگه من نمیتونم بگم که آیا درست است یا نیست. تماشابینان عزیز خود در این باره خوب صحبت میکنن، اما در این باره خوب فکر خودشون می نویسن در کامنتاری ها. اما یک چیزی است که ما مثلا یک نفر آمده، تو همون نفر گفتی که من بغیر از ملت خودم با دیگه ملت ها را مثلا نمیتونم که دخترم یا که مثلا فرزندی من بچه من نمیتونه که با دیگه ملت ها ازدواج کنه.
در همین وقت دیگه ملت‌های مسلمان در همین وقت انسان گناهکار میشه یا نه؟ یا اینکه مثلا هم عقیده ای که بعضی‌ها دارن، من مثلا همچون تاجیک به همین عقیده هستم که تاجیک با تاجیک، دیگر ملت با دیگر ملت. خوب عقیده ما است، خوب عقیده ما مطرح نیست. اما شما همچون داملا یک نفری که غیری بگیم که تاجیک باشه و پیش یک مسلمان گپ زنی بیاید، فقط یعنی که مسئله دیگر ملت بدنش مطرح باشه، ده همین جا همون نفر گناهکار میشه یا نه؟ حاضر من گفتم باید جواب را گرفته باشی خودت. مثلا ببین که من شخصا برای اینکه او غیری ملتی تاجیک است، برای این نمیگم. برای اون ضوابط، قاعده های زندگی، حالت های زندگی که مشکلات را میارد، برای اون نگفته ایستادم. یعنی شما با همین خلاصه اومدین که تاجیک با تاجیک بیشتر میتونه همدیگه را بفهمه از دیگر ملت. حالا گوش کن دیگر، نگاه کن. یعنی اون چیزهایی که مانع میشه من نمیگم یا که دیگر میکنم، برای مصلحت خود زندگی همو است، مصلحت نزدیکامون است، خب دخترمون است یا که همون است، برای مصلحت اونها است که نگفته ایستادیم. ما این در اینجا گناهکار نمیشود. اما یک کسی که مثلا خودت میگوی که تاجیک با تاجیک، من خودت هم برای این گپت گناهکار حق ندارم بگم که تو گناه میگیری. یعنی خودت همچون یک کسی تجربه دار فرزندی تا که مثلا 18 سال کلونش که 20 سال نگهش کرده و همین را میخواهی که برای در نزدیکای خود در خیش تبار در حالا در تاجیکستان تنظیم برآمده است که چیکار میکنن، بچه تقا، دختر خاله، عمه، اینها را منع کرده ای هستن. اما یعنی خودت میخوای، یعنی طبیعت میخوای که با نزدیکات بتی و خیشتباری زاید بشود، من این را برای خودت من نمیکنم. این حق خودت است. اسلام به اینم تو به مصلحتی فرزندات بیشتر خوبتر میدونی. یعنی یک کسی که بگه که نه من برای تاجیک میتم، یعنی همین کارش او را گناهکارش کنه، این گناهکار نمیشود، چون که او برای مصلحتش کارش میکنه، نه اینکه برای دین داریش او از دین میبراید دیگه میشود. این گناه نیست. یعنی این را هم اینقدر تنگ نگیریم، اینقدر تنگ نظر نبکنیم برای این. یعنی یک کسی میگه که من برای تاجیک میتم و نمیخوام که غیری تاجیک بتم، او را چرا ما گناهکارش بگیم؟ اون خودش خواستش است، دیده است، میدوند، هوس دارد. مثلا تاجیک بدن را مثلا این یک خانه تصور کنیم، یک بینایی که میکنیم، من میخوام تریزاش کلان باشن، خودت میخوای تریزاش میده باشن، خب همون خانه تا شیفرش دیگر میکنی، خب دیگر زینت هاش دیگر میکنی. همین تاجیک بدن را همون خیلی فکر بکنیم. من میخوام دختر من تاجیک بدم، تاجیک این گونه باشد، دماد من خیلی تاجیک باشد، خب کلن من خیلی باشد. این یک ذوقی شخصی است که در بین خیشتباری، در بین قومیت اینها باید عقیده و دین و به اینها مربوط کردن در کار نیست. گناهکار از دین برآمدن اینها بدون میشه، این گناه کردن در کار نیست، این گناه نیست. تشکر زیاد. یک سوال دیگه خوب مطرح میشه. شما گفتین که شما از تاجیکستان برای تاجیکستان اومدین، اما این سوال در بین بسیاری از مخالفین بسیار مطرح است که عائله رضایی تمام رضایی ها را برای به اروپا آورده است. یعنی نه هیچ همین خیلی هست، یعنی هیچ چیزا رو شنیده میشه. نه من این فقط سوال است که ما باید این سوال بتونم برای شما، چون که یک اینفورماسیون را وقتی که ما میگیریم یعنی صحبت بدون پرده داریم حضرت. نه بله. یعنی سبب در چیست؟ یعنی شما این حقیقت دارد یا نه؟ من در اصل نمیدونم همه چیزا، اما حقیقت داره که مثلا عائله رضایی با تمام رضایی ها در اروپا است. خب یک سوال پرووکاسیونی است، اما ما فکر میکنیم که این کمک با صحبت ما را بگیم که روحانش زیادتر میکنه. راستی سوال بود که خیلی تکونم داد. میخوام یک چیزی را از تأثیرات خودم بگم که اون چیزی که امروز روزمره همون را احساس میکنم شب در خوابم. البته این چیزی نیست که باید بگمش، لیکن فکر میکنم که گفتنش خوبتر است. در خوابم در بیداریم همین را من احساس میکنم و آزارم میدید.
من حالا که هر چیزی که تصور میکنن که ما برآمدیم و جاهای آرام نزدیکمون رضایی ها برآوردیم، لیکن من احساس غربت میکنم، احساس دوری از همون نزدیکاییم که مخصوصا در محبس هستن، از همونو دارم. یعنی همین چای خورده ایستادیم، درست است که غذا دارد اما در برابرش مشکلات هم برام داره. این برای همه هموطنان میگم، مخصوصا من با برادر سید عمر حسینی از وقتی ملابچگیمون در حزب، در هجرتی افغانستان، در حج، در عمره، در همه سفرها ما یک جای بودیم. اما امروز من خدمت، نه اینکه من از محبس را دوست بدارم، حبس شدن را، اما اینکه من به او در نمیجم رنج میبرم که همو برادری من انمی سفر اخیرونش به من کرده است، من با او نیستم. این یک چیزی ضمیری است، یک چیزی درونی است که من آزار میتیه. یعنی میگه همراه شما هستم، میخندم، خدا را شکر امثال شما هستن، زیادن، میآیین، میبینم که آرام هستن، اما همین چیز یک چیزی است که خاص برای من آزار میتیه. اما باز هم در این یک معما، یک سیره که چرا خداوند من را اونجا لایق ندید، یا چرا او برادر را به اینجا لایق ندید، اینا من حالم جواب همین رو در خودم نیفتم. یعنی او بزرگ بودن، من در اینجا هستم گناه کرده ایستادم، در غفلت رفته ایستادم، چیکار کنم؟ این برای جواب ندارم. من هر چیزی که بگم برادر، هر چیزی که بگم، لیکن من خدا را شاهد میارم که برای این که من هجرت کرده باشم، یگان دقیقه 6 قبل از این حادثه، پیش از این حادثه ها، نقشه این را که من باید از تاجیکستان برام، نقشه این که من باید زن و فرزند من بگیرم برام، یا رضایی را بگیرم برام، همین گونه کارها نشده است. من در حادثه های 92 برادر ما عید استادم، خونم اومدن در ما بردگیان. برادر دیگری ما در قرآن تپه گرفتنش، از بین رفت. از خیلی خانواده های ما، از خیش تبار نزدیک های ما 10 نفر یتیم ها داریم، زیاده از 100 نفر است که یتیم ها، بیوه های بیشوهر داریم که امی خیلی شیده بدن. و در این حادثه ما با اونها فخر میکردیم که ما همین چیزها را داریم، تا قدری توان اومدیم. حالا همین سفرهایی که میگیم دبی کردیم، دیگر کردیم. من همچون تخصصی خودم در ساحه خیریه، در ساحه برای تاجیکستان، برای کشور آوردن تا توانستیم آوردیم، و برای همون بیچاره و بینوا و همون کسایی هستن، البته اول از خودی ها و بعد به دیگر ها، تا توانمون همین کار کردیم. اما در این هجرت اولش این که هیچ گمان نداشتیم که حکومت ظالمی رحمانوف بعدی صلح، بعدی آرامی، بعدی استقرار، بعدی وحدت با این خیانت شدید دست میزند. یک عده از هموطنان ما را بعد عمر برباد حبس میکند و یک عده دیگر بعد مهلت های طولانی حبس میکند. این خیلی نداشتیم. شاید ما را طعن میکنن که شما چگونه سیاست مداره که این را نمیدونستید. ما خودمون در صلح، در آرامی، در وحدت صحیح میدونستیم. ما تصور میکردیم که خنده که امروز، اون گریه که بود، اون داد و فریاد، اون خانه ویرانی هایی بود، اونها پایان یافتن. و تبسم و خنده و خرسندی که در هر خاندانی تاجیکستان هست، ما هم همچون اسلامی ها، همچون روحانیت و سهم داریم. ما هم اونها را آورده هستیم و این را فراموش نمیکنن. ملت فراموش نمینه. لیکن این مقاماتی که امضا کردن، تعهد کردن،
همون یک عهدنامه‌ای که لعنت خدا و مردم برای کسانی که چرکی ناخون میکوان در مسکو یک تعهد نوشته شده بود و عیب جویی میکنن برای جنگ ها، بیشتر برای ما نبود، برای او طرف بود که یعنی اونها را دیگر در این کار گناهکار ندونیم، برادر یک دیگر باشیم، برای که اونها ما را از خانه بیرون کردن، چیز چورای مهاجرین گرفتن، زن و فرزنداشون. من شاهدی میتم که 2 خواهر در یک خانه نکاح شدن، در یک آدم نکاح شدن، اپا و خواهر که بعدی اومدن با جدا شدن و مقصد که اومدن گرفتن بودن، همه چیز اینها را بودن. همین برای اونها بود و ما مطمئن بودیم که دیگر این کار نمیشود. ما یگون لحظه نشیشتیم قصه کنیم بگیم برادر سعید مر باید من برم، باید خودت برای که این حالت به سرمون میاد، این گونه نبود. ما خودمون خائن نمیدونستیم. یعنی این تصادفی بود. ما خودمون خائن نمیدونستیم، ما خودمون خادم میدونستیم. ما فکر میکردیم که ما صحیح هستیم در این خرسندی های کشور، در این صلح، در این آرامی که اومده است، ما سهم داریم. ما این خیلی خودمون میدونستیم. یگون لحظه نبود که ما بشینیم حسابات کنیم که اکنون ما را باز رسم میکنن، باید که ما زن و کودک ما بگیریم. خدا شاهد است این گونه نشده است. در یگان جلسه، در یگان مصلحت، در یگان جای این گونه نشده است. من میگم که من زجر عذاب درونی برای انمی کار کشیده استم. دیگر برادرها جای خودشون ندارن، اما برای همین برادر سعید و حسینی که ما هم سفر هم ما شیطانی خودمون یک جای سنگ زدگیم، قطعا در طواف خانه خدا را یک جای کردیم، 2 مراتب 3 مراتب یک جای 10 مراتب عمره کردیم. ما یک دیگر بین صفا و مروه با او دویدگی هستیم، دعا کردیم در کشور. اما این سفر او بود به تنها گرفت، من را نبرد است. من معنوی روحی عذاب میکشم. بگذار هر کس چیزی فکر میکند، این چیزی است که من احساس میکنم میره عذاب میکشم. اما امروز در اینجا اومدم فکر میکنم که باید یکون کاری را انجام بدم. مسئولیت خود در چی میبینید در اینجا، در این قدر عذاب و مثلا اذیتی که شما در حقیقت؟ من مقصدم همین اینترویو همین برادر عزیز که همین مردم همین دلش نواز کنن، در پیش مردم بگن که این ما همه کسا این مردم مثلا ایش مهاجر شدگی، ایش خانه و درش گرفتگی، ایش عذاب و اذیت دادگی، این مردم دلش نهوی بکنن برای ملت هم خیلی آسان ساده کرده به هر چه طوری که میتونن بفهمونن که چی خیانت در سر همین ملت، در سر همین برادر شدگی. براستی گفتم که هیچ محل این احساس را نمی کردیم که ما به خائن بودن متهم میشیم و یک عده ما را میگیرن حبس میکنن، بالای ما پرونده های جنایی میکشاین. در این توقع نبودیم و ما افتخار میکردیم از این صلح، از این آرامی آوردن. حتی که برای من شخصا 2 دیپلم داشتم برای کار کردن در یگان مقامات یا که در یگان وزارت، اینها تلاش این را هم نداشتیم، با وجودی که میگفتن اینها منصب تلاش دیگر هستن، اینها همش تهمت بودن، اینها همش دروغ بودن. ما همون کار خودمون بلاگی همون حزب همون مردم بود دیگه، یک چیز دیگر نبود. و اینکه برآمدیم از اینجا، اصلا من بیماری دل داشتم و برای یعنی قبل از اون که بعد از همین انتخابات 2015 خیلی مشکلاتی به سر من اومد. پسر من نوردین همه میشناسنش، در مسکو میخوند، در اکادمی علوم مسکو شیفچنکو هست، چی هست اونجا میخوند. و او در اوجنده با یک عده از جوانهای تاجیکستان، من نمیدونم اونها حالا با 24 و با دیگه چیز مشهور شدن، اونها همون آرزوی خودشون، همون جوانهای روس هم میدیدن، همون جوانهای کویت و خب خلیج و دیگر جاها رو میدیدن، آرزو داشتن که باید ما هم خیلی زندگی کنیم. یعنی یک آرزوهای خودشون نشون دادن که همین خیلی باشیم. اونها در همین فکر بودن. وقتی یگان ویدیو کردن، یگان چیزی کردن، در یگان چیزی نشون دادن، اومدن من یک 10 بار فریادم کردن، امنیت تاجیکستان فریادم کرد، ثبت اونها رو آورد. من این کار نکردم، گفتم ها این همی بچه من است. اما این که او این گپا را گفته است، من نمیدونم، باید آورده شود، باید پرسیده شود. من که بچه من در یک حزب یا که در یک فرقه خب
برای کشورم ضرر آور برود، من خودم مقصر میدونم، کمبودی میدونم که نتونستم اون را تربیتش بکنم. اما من اینجا دیده ایستادم که اینها دیگر چیز گفته ایستن، اینها آرزو و تمنیات خودشون طلب دارن که باید نمیخیل باشیم. وقتی همین کارها را کردن، نه اینم سبب نشده بود ما زن تبایا بپرسیم، چای نوردی نپرسیم، زنی نوردی نپرسیم، دیگه شب بپرسیم. من همین ها را تابان ما گفتم که نه، من اجازه نمیدم او که عیب کرده است بگیری بیارش. من خودم همچون نهضتی که اگر مخالف نظری من باشد من با او مخالفت میکنم گفتم، لیکن این را نادیده باز همین فشارها هم زایش نمید. لیکن من از این فشارها بیرون نبرم. من در قرقیزستان برای اپراتسی که کرده بودم در روسیه، برای سری سال شده باید که یک معاینه میشد. روسیه نتونستم رفته، برای اینکه نمیدونم چی کاری بود که اونجا نشیده. دوستایم که در قرقیزستان بودن گفتن که بیا در همین جنده همون دستگاه ها هستن، یک بار این نظر میگذرونی. من وقتی در قرقیزستان اومدم، یک سفر داشتم، مسکو رفتم. مسکو کویت یک سمینار بود، یک چی جوانو بود، اونجا دعوتم کردن. یک 15 روز یا 2 هفته در اونجا ایستادم. از اونجا گشت اومدم ترکیه، از استانبول. من رئیس حزب در اونجا دیدم، با اونها صحبت کردیم. من بشکک اومدم و از بشکک باید میرفتم تاجیکستان. لیکن وقتی در بشکک اومدم که همون 1 شب یا 2 شب ایستادیم در همون جنده که یکی همین خیلی توفلنگ بر ما در رسانه ها که در اونجا آشوبی حاج حلیم شده است و دیگر شده است. دیگه من نرفتم. من بیلیت داشتم برای رفتنم به دوشنبه، آماده بودم که شب مهمانی چند تا تاجیکایی که در اونجا کار میکنن مهمان در خونه کدمیشو بودیم، در بسیاری بودیم. یکی گفتن که یه بچه‌ای این نبینه در خبرهای تری آمده است. من روزی نمیدم چیه بود که روز دوشنبه باید که من میرفتم، دیگه نرفتم. گفتن که کوی همین کار سوز شود بعد بریم